یه شخصی بود به اسم مشتی رحیم. این مشتی باغ میوه‌جات بزرگی داشت. روزی به پسرش گفت یه چیز میگم تا ابد آویزه گوشت کن. پسرم، هر سال این باغ در بهار و تابستان میوه‌های خوشاب و رنگ میده. همه دوستان فک و فامیل میان اینجا، میگن، میخندن، میخورن و خوشحال هستن و لذت میبرن. و در کنار این درختان با من عکس یادگاری میگیرن. ولی پسرم، هیچ کدوم از این دوستان با من و با این باغ در زمستان عکس یادگاری ندارن و من در پاییز و زمستان تنها با این درختان بی برگ و بسایر خشکیده هستم و هیچ کس هم جز من به این باغ سر نمیزنه یا رسیدگی نمیکنه و تنها کسی که این باغ رو در زمستان دوست داره منم. میخوام بهت بگم اکثر رفیقا در آینده رهگذرن و تو رو به خاطر خودت فقط نمیخوان. به این نگاه میکنن چقدر میصرفی و چقدر به خاطر داشتهات میتونن باهات خوش باشن. در نهایت من و مادرت برات میمونیم. ما هیچ وقت تو رو در روزهای بهاری و زمستانی زندگی تنها نمیذاریم. پسرم، یادت باشه دوستان و اقوامی که مثل عکس یادگاری فقط در بهار و تابستان کنارت هستن برای تکیه کردن مناسب نیستن. قدر پدر و مادرتون رو بدونن و برای تضمین سلامتیشون بنویسین. خدایش